اینجا بیان بخورن این نتکه میزنن اققه فهمیدی؟ وقتی که میرن بازه تو نشت میزنن بدون پترول درک میدن دیگه بالایم در پس تانیم از اینجا پلان خدا براتون میرسونم که مرمی نسیم تان شد دل خارم پره دل ما پره است ما دو دیگه برشد ما داشتم اینجا شیشتومه دوستان پیشتر مادر مخالی میدیشته بودن که ما برآمدیم مقام به اتفاق است بس که ما پیشتر لام برنامه هرچی گفتم میرم مادری تاثیر خوب شسته پشت تاثیر چور میکنه چرا چی کردن؟ سنجان برین نسید های برین بچه من دیگه برم شب بخوریم دیگه برین طالبینی ما برید آخوری که بری در اینجا گفته یکان تو من کدام مصیبت نه خواهد که تو بخوری طبعا میبینیم که یه طلاق نهیم الله انجی لاخوار گوشای بالشتای من نخریم دادم چند بارا میبره به نام یاد خدای بخشنده و توانا سلام وقت بخیری دارم خدمت شما بیننده های عزیز. امید است که جور صحتمند و سر حال باشید هر کجا که هستید و دور از گزند روزگار و لباس عافیت بر تن داشته باشید و باز هم خوش آمدید به یک برنامه جدید. امید است که از دیدن برنامه لذت ببرید و خسته نشید. دیگه دوستای عزیز قسمی که میبینید امروز دیگه صبح وقت معلوم نمیشه دیگه قدر وقت هم نیست خوب است. همگی بیدار شدن دیگه فقط بهشته جان و هدیه جان مونده. هدیه جان امروز کم گلوده است فقط هدیه بهشته جان دیگه امروز در برنامه هست. هدیه جانم شاید باشه دیگه معلوم نیست. اصلا بیشتر از وقت که خیستن دوستام طفلی بیشتر یادش آمده اینه گودی بازی انداخته. قدر که میگیم بهشته بیا صبحانه بخو بهشته بیا چیکو بهشته قرار شیشته بهشت دوستا دیگه این آرایشگری رو میخواه یاد بگیره. امروز بیشتر سلام علیکم کو امروز دوستا به نام یاد خدای مهربان درود سلام خدمت شما دوستای عزیز مالگه برنامه امید که جور صحتمند و سر حال باشید و همچنان بیننده برنامه ما باشید که چی برنامه نگفتن ما لایک شیر سابسکرایب فراموش نکنید و ما را حمایت کنید. آفرین بخیر دیگه خیلی چی یک درجه ببر بیشتر اصلا سلام علیکم دوستای عزیز ما دیگه سلام برنامه داریم. سلام دوستای عزیز آفرین ما را حمایت کنید. سلام دوستای خب خیر دیگه بعد دیگه تشکر قربانی تو شو گموره. بعضی دوستای گفتن که چرا مویکای اصلا کم کردین بخاطر که مویای طفلیتش بود هیچ وقت رو کم نکرده بودن و امی خورد است نمیمان که مویکاش درست کنن و چی کنن گرنگی کرده بود سرش سنجان گرنگی کرده بود یکان دفعه موی گرنگ میشه باز وقت بوس کردن نمیمان دوستا امی طفل است دیگه هر طرف که میرم سر خود درست منظم نمیکرد باز این رفتم کردن که خوب معلوم شود و از امو چی شود. بیشتر جان بخی دیگه دخترکا. خب سنا جان به دوستا گفتی که چی برنامه داریم؟ برشان بگو چی تصمیم داری چی کار میکنی که باز من برام کار خدا کنم که قسمه که نمیفهمم دیگه دوستا. امروز یک برنامه داریم که قرار است یک جایی بریم و یک جای دعوت هستیم یه صبح خیستیم آمادگی خدا گرفتیم که بخیر بریم طرف امو کارا و چیزا خدا آماده بسازیم و کارهای روزمره رو انجام بدیم و زود اونجا بریم وقتی که دعوت کردن و اونجا هم اونا تنها هستن گفتیم وقت بریم که چی شود همراه از اونا میکنم کمک کنیم. سنا جان خب خیر بخیر میریم اما فعلا کل کارهای خودمون مونده باید نمیشه کم تا کل جای لابتیم بریم زمان خاطر که خیستیم وقت خیسته بودیم اما طفلا وقتی یکیش میخیزه دیگهش نمیخیزه دیگهش میخیزه نیم نفر صبحانه خوردن بیشتر جان و بیشتم بنزن خورد یا نمیفهم دیگه هدیه جان کم گلوده دستک ببینیم دیگه که تیستش کارای ما کنیم و خیر آمادگی خدا بگیریم که طرف رفتن و بر دوستان نمیگیم که کجا میریم میگیم سنا جان باز برشان میگیم اما یک چند دقیقه بعد دوستا وقتی که عکس تمنیل ببینن خودشان میفهمن که کجا رفتیم مودم سر برنامه که میشه عکس که من دوزم دیگه معلوم میشه که کی کجا رفته و چی گپ است برنامه رو که کم کم میفهمن دیگه اگر بگویم یا نگویم
فرق نمیکنه. اما بر دوستان میگیم که امروز کجا میریم. اما اول امی خانه سنا جان دوستان قدرش جمع کرده دیگه. اینجا هم تو یک دفعه کسی اینجا جوروی به سنا مونده که جورو کنه خانه رو دیگه. ما هم آشپزخانه بودم ظرفا رو میشستم. ما هم آشپزخانه بودم ظرفا رو میشستم. با سنا گفت خیر یک بار بیا کمری من بگیر دیگه. به مو خاطر یک کتکی میگیریم. من سر حال باشین و بیننده برنامه ما باشین که دخترها میگن که بریم به خیر خانه خاله عزیزه. امروز البته ما رو میهمان کردن. گفتم بودن که امروز قرار است که بیان، یعنی قرار میریم دیگه به زحمت خدا کرده دیگه میریم که مادر جان به خاطری که یک نفر است باید وقت وقت آماده میرفتیم شویم که وقت بریم دیگه. خب خیر ما ایوان جور جنجال داشتیم تا که آماده شدیم میمونه. ما یک صبحانه رو 3 دفعه پخته کردم. یک دفعه برای وسیل، یک دفعه برای اصل آیهان، یک دفعه برای بیشتر جان دیگه خلاص بزرگ خودم بیشتر جان قار کرد. در هر چیز قار میکنه دیگه. عدیه جان مریض است، اورم دوا رو صحیح نمیخورد دوستا. امی یک روز که خورد خگک جور شد باز دیگه سبایش نمیخورد. باز اینا تو که تاو گرفتش باز الان ما مریض هستم، الان معطل است. سکو پاک میکنی. یه پاک نمیتونیم مثلا مثلا جان کریم برش میزنم. جگر گوشیم سکو کریم برش بزن مگو خود. خب تو همی چیزای من دست نزن خب که که داریم مثلا اینی لپسیلین هم بازی لپسیدینم برش میزنم. خب آرایشش میکنیم سیست. پودرک هم میگی؟ خب امی از دست اصل بر من این چیز نمانده دوسته. یعنی وقتی که بیایه لپسیرین این اشرفی کدام چیزه که اصلا نمیفهمه و یاد امیال اینه بینجش لبسیرین پرستک. این دختر نو بابا اصل جانم مو برسه که الله چی برم بده یک برسه یک دوست ما گفته که چرا می اصلا تو میای شکل تره میکنی. برو اصلا امی مادر جانش که بودیش سر امی میایش قصد داشته البته میای کشه یکی کم کنه دیگه. منم قارم اومد خب مگم چیزی نگفتم. دوستا دوستا دیگه این اصل جان اونو سرگه اگه نه دوستا همی اصل جان و ایهان جان هر روز ما خودم مام میتم میشویم. خود که طفل از خانی از یاد دست اگه مینن یک چیز که خوردن یا چیز پس که می اومدن در برنامه ما می باشیم دیگه که داخل شدن دیگه. یک دوست ما گفته بود که تفلکای چرک چرک است که خیر مادر جان دیگه مرقارم نمیده به خاطر که طفل هستن دیگه تو چرکی و ترار دارن. به نام یاد خدا درود سلام خدمت تمام شما بیننده های عزیز. خدا کنه که جور و صحتمند سر حال باشین. هر کجا که هستید خوش خورم سر بلند با عزت و در پناه خداوند متعال باشین و خوش آمدین به یکی از برنامه های دیگه ما. قسمی که سنا جان براتون گفت که امروز تصمیم داریم بریم خانه خاله عزیزت جانشان و شما خو زیادترتون همراهش آشنایی دارین دیگه. زنگ داده بود بیچاره ما رو مهمان کرده و خودتان میفهمین که تنها هم هستک و مخاطر دیگه ما کل کار خدا کردیم و زود که آماده شدیم. سنا جان در حال آماده شده است دیگه. ما مادر جانم آماده هستیم و میریم به طرف خانه خاله عزیزه دیگه. سنا جانم تمام شد به خاطری که چی است تمام ما یک جای بریم و امرای خاله جان کمک کنیم به خاطری که یک دست است و نمیفهم که چی پخته کردن اما باید بریم امرایشون کمک کنیم به خاطری که دیگه باز یک نفر از تنهایی نمیشه. ما آماده شدم و سنا جان براتون گفته بود که امروز پاکاری و اینام داشتیم. خب صبح از دیگه وقتی که میخیزی طرف و طرف میبینی که یک رقم وقت تیر میشه اما دوستا روزی که بیکار باشی هیچ روز تیر نمیشه اما که در کار بودی دیگه روز میده. اما خب خیر شما هم بیننده برنامه باشین. ما هم بریم به طرف خانه خاله عزیزه و شما هم بیننده باشین که چه اتفاق ها میفته و چی میشه.
بله هموطنان عزیز برگشتیم در ادامه برنامه دیگه. اسمی که میبینید ما آمدیم خانه عزیزت هم ببینید خانه عزیزت. خب خاله عزیزت هم مریض بود دیگه، رفته بود وقتی آمدیم رفته بود پیش دکتر که از خانه خانه فقط صدر جان بود دیگه. باز گفتیم که میره پسکاری میکنه پس میآید به مو خاطر دیگه سنا جان در داخل آشپزخانه بخانه آشپزی بیاره میکنه به خاطری که مریض است. خود ما امرایش کمک میکنیم. سنا جانم برنج اینا رو دم داد نه؟ دمش دادی؟ بله دوستا دیگه خودش هم نصف کارا رو کرده بوده دیگه. کمک دیگه بکنم ما گرفتم گفتم باش بیچاره مریضم است دیگه دیگه وقت چی باز دکترم نبود دوستا زود کرده پس آمد حالا امرای مادر جان 6 دقیقه دارم چای میخورن دیگه. چی ما گفتم خیر ما سنا جان میریم کمی کارا و یارا پیش میبریم که ناله زان چشتا میده دیگه کاری گوشنه چاشت شده دیگه. ما گفت که برو خیلی تو تربوز تو تکم ما سنا هم جان دیگه برنج نابلد داده. دوستا اینا دمکش پیدا نکردیم یک چیز پیدا کردیم یک چیز پیدا کردیم خیر مثلا آدم دم خانه وی خود بلد میشه وقتی که دیگه توی میره نابلد میباشه و چیزایش بعضی چیزا رو پیدا کردیم دیگه از بس توانم که رسید انجام دادم. صدای پخش است این بلندش اینه دیگه اینا را آماده کردیم گفته بیچاره پخته کرده و قابلی دیگه و به جانم گفته که چیکو تربوز میده که دیگه مادر جانم هم امرای خاله عزیزه شیشته و به نظرم چای میخوره. ما آمدیم گفتیم امی کار دیگه امی دیگم به کبانیم فراموش ما نشه نچستم یه باید ببینیم تا که چی کنه. اینه دوستا صدر جانم اونجا شیشته قرار و من برم خیلی هم دمکش پرسان کنم که کجا هست. میگه برگشت نداریم یک چیز را بپرد یک چیز بیاد میاد پسانه بر خوبه خیلی گفتی صدف هم میگیریم اون چادر ور پرد پاک سکرس نگیر سنا جان برق آمد تلفون تا شارژ بالا کجا است؟ خب بخیر آمدیم در شیطیز بار من میره چک کنم باز بخاطری که دوستان ما در خانه نان سیاه دادیم اما نفهم شب چرا برقای ما نامده دیگه موبایل شارژ نداشت و همون خاطرش ما ترتیب در خانه برنامه رو ثبت کنیم یا برنامه بگیریم دیگه. اینا خدا شکر خانه خالصه برقا و دمال نخو چارچر من آوردیم سنا خوب برو خوب شد که چارچر خود آورده دیگه. بریم ببینیم که خاله مامادن چی میگنه باش که سر خود خوب بد کنن ما مجلس کردم دمو آرام خورا مقصد درامان میتونه خاله این که نمین خود دیگه این چیز پکر میگه گل کن خوب سر چه خود پکر کسانی 300 افغانی چی؟ پکر خیلی کرد این چی که دخترم همچنین در پشت تا چپا نکنیش امی است کس نمی اونو گوتا که تو تاو تکل میشه تاو این چقدر خوب پکر داری مرا خاله پکر فرمایشیست مرا خود منم تو تازه بیزاست مرا ما گفتم خیلی چای ما بده پکر امریکایی است نه پکر افغانیستی او امریکایی شمال با گرمه تا خواهی شمال یخمه یا افغانی هم چای ما بده این حالا میمانی سلامت که کنیم یا نه؟ خب دوستا عزیزان دل سلام انشالله خوب باشین صحت باشین سلامت باشین و دور از گزند روزگار. خوش آمدین به چینل بهار جانشان که من نامش یاد ندارم نبیزاده فامیلی. انشالله خوب باشین دیگه. تشکر از اینکه ما رو بیننده هستین از چینل از یا امروز آمدن خانه ما مهمان هستن مهمان یک خانه خودشان است دیگه. انشالله خوش آمده بودن صفحه آورده باشن ما داشتم اینجا شیشتومه دوستان پیشتر مادر مخالی میدیشته بودن که ما برآمدیم واقعا به اتفاق است پس که ما پیشتر دم برنامه هرچی گفتم میرم مادری تصویر خوب شستی پشت تصویر چور میکنه چرا چی کنم خب ما گفتم خیلی پشتی از پشت پاس میکنم نه دیگه خمزر نیستم خاله دیگه اینه تو رکایی دوستا
دیگه امروز آمدن خانه ما انشالله که دقمشان خفه نشن. این خو خیلی خامین جگه گفته اگان تا قدیم وقت تیر کنن. نه چه زحمت نسات آدم تیر میشه. 2 روز دنیا از بلا در پسش دقیقه قصه خنده گپ سخن دیگه میگه دوستی دنیا داری دنیا دیگه چی بدن مور که مردی اما ظلمت خیلی که تو بالا شوی هم 40 روز بعد دیگه خلاص استی رفتی اون یک وقت خدا تا 40 روز است با خدا نه بعد وقتا میگم روز دوم که تش روز سرم با خدا با قیامت میگیرن نه خوراک همین از زندگیت که کسی یاد نکنه دیگه باز نمردی بالای مرده من در سرشان بخوره کس که در زندگی یاد نکنه در زندگی کسی یاد نکنه ما گفتیم مرده مرا تسلیم کسی نکنی که در زندگی نامه شکلش در کاغذ برات نوشته کردی آها فهمیدی با خدا یک قسم زمانه شده خور مادر که میگه در زندگیت نکنم یاد در مردیت باز فریاد کنم برای الان فریاد هم نیستن کاش که پیشین آواز پرتلا زخورک صدقه عکسای فریمان شم الان زخورک صدقه داغای فریمانت شم الان زخورک ندارم خبری بیاد مجبور خودم گریه خودم کنم گریه خودم کنم باز که مرد لاسپیکر پرته دیگه باز گوش کنن کلای گریه خودم ندارم گریه نمیاد من دخترای من میگم اگر دمی زندگی یک مادر جان یک خوبی بدی دنیا پیش بعد از که مردم نه باز مرا در جو ایلا بتین همین برای میکنه دوستا میگم وقتی که همین قوم خیشم هستن اگر در زندگی میادم کنن که بگین نمیخوارم است یا قوم خیش چای در گلاس خودم داشتم ماندم که سر خاله شنم کردین؟ اونجا در اون یک نمان آمدن نه خشکش کردم میگه خشکش کردم نه خشکش روان کردین چقدر ماهر دوست خب ایتراز که خورکم کس که دوستی میکنه با سرچم کس که نمیکنه دریات یک چیز نباشه پشت سر دیگه چیز نباشه کار نداریم در کار کس حالا دنیا نمیرقم شده من فقط پیشتر در سودا خریدم رفته بودم در دانباغ سودا میخریدم یک زنکه است تا سرکروچی گفت که کار میکردم حالا بیکار هستم چی کار میکنی گفتم تو بر من کار پیدا کن من گفتم من در تصویر کار میکنم که من کار میکنی گفت در تصویر چی تو یک دفعه کاراچون گفت یا آنلاین کار میکنن در تصویر کار میکنن من مگه کار میکنم مرلم بر تلفن تا گفت حالا من در یک شبخانه کار میکنم در یک بخش آشپزی ما 4000 تومان میدم چطورکایی میکرد یعنی چیز بخیر در گپ مرنه من خانواده گپ میزنه خیش قوم گپ میزنه فلان گپ میزنه وقتی کس که گپ میزنه تو اگر با اون مردم زندگی میکنی خدا بکش اگر که میخوای با خود زندگی کنی سرپایت استاد باشی دستت به کس دراز نباشه خدا نخواسته از گپ سخن یک نفر برای سرپایت استاد چه با خود زندگی کن یه دفعه هم کاراچیوان گفت راست میگم همشیره یعنی با خود زندگی کن نه با مردم ولی تو وقت شده دوستا که آدم با خود زندگی کنه نه با مردم کس که خانه ما میایه مثل شما واره 1000 دفعه قدمش سر شمای ما قدرش هم میکنم عزتش هم میکنم احترامش هم میکنم پس روانش هم میکنم ولی که بشینن اینجا بیان بخورن اینه نتکه میزنن اققه فهمیدی وقتی که میرن بازه تو نشت میزنن بدون پترول درک میدن دیگه بالایم در پس تانیم از اینجا پرام خدا براتون میرسونم که مرمی نسیم تام شد دل ما پر است ما در دیگه برنامه میاد کردیم که خوبی نمونده ایت بد کنه آدم خوبی کنه دیگه در زندگیم خوبی برکس نمیکنم این راحت کردیم که خداوند خود قسم خوردیم موشا سر جای نماد که ما دیگه خوبی کرده از خود هیچ وقت نمیکنم فهمیدی که بیگانه خود که از خود نه از خودم نه خوب است نه قربان نه ما کت از خود کردیم کت بیگانه خوب است کت از خودم خوب است کت از خود که اگر سر ما شما هر چیز که تیر شده با حضور دخترای ما بچهای ما که اگر سر از یا کدام مشکل کدام گپ بزنن با حضور دیگه آدم تنها نه ما فقط سر دخترای گفتم تو قبر میکنم زنده استاد گورشان میکنم ما که دخترای مثل تو 7 پدر آرستاد هستم 7 برادر آرستاد هستم سر ما سر دخترم تا کس را وقت ندادم که گپ بزنه و دان مردم پاره میکنم هر کس بشینه سنگ گندم خدا بچینه میگه هر ما میزک جدا کنه فهمیدی هیچ وقت ما کس را وقت نمیدم دیگه یعنی بعد کنه که سر دختر کس گپ بزنه راست میگی راست کس را وقت ندی سر دختر هیچ وقت واقعیت از خاطر می بچه دختر آدم زندگی خدا زیر زناقش بشی بگو آقا
سر تا گریبان تو چیزی از سر بالا میای آی نما تو دارم شواز ببانه که چی میگم مرا هم دیگه ایرانی آقا یواش 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 یعنی اما تو لخت دندان شکن جواب شود که در زندگی دیگه پشت کس کف نزنه. راست میگه. خب دوستا عزیزان دیگه مچم که موبایل مرا کجا بردن کجا فرار دادن هم دکتر مچم زنگ زدم نزدن چرا خم شد خیلی چی کنین امور یک از دخترم تلفن ما بگی یک پرسان بگو به تلفن ما زنگ بدم چی شد چی نشد. خب دیگه چی گپ است چطوره چی خریدین چی ماندین برنامه‌تون چه قسم پیش میره خدا را شکر خوب پیش میره دیگه. خوب است. خوب است. آلگان جا که چکر من خیرم ما بیچاره گم دکن بایک مایکتون بان. با خدا که تا قلاقلی ما که چکر رفته باشیم چکر نرفتیم کجا رفتیم؟ آیا چکر رو بیایا میریم که انشالله ولی نرفتیم هر دفعه که رفتیم انشالله خیره شما دو برنامه ما یک برنامه بگیره. ما قدمایتان روی دیده نه زنده باشه قربان سلامت باشی. مذاق میکنم مازارت میتم فهمیدی یعنی میشه بخیر خدا مهربان است ولی داغ بامیان در دلم مانده که یک چکر باید بامیان برم یا بامیان برم یا این چیز دیگه بدخشان قندوز فهمیدی این خانه اگه خودت بخیر تصمیم گرفتی باز ما رو من برید خواستاییز دیگه ما خو یک سال 100 سال غم میخوره 100 سال است یک سال غم خورم اما که از دوستا تقاضا داری در چینل خود در چینل ما هم دیگه تقاضا کو که ما چکر بریم ما خو هنوز بلد نیستیم خب خیره ما رو کم کم بلد کو که بریم بشینیم بخیزیم بیا بلد نشین بخیر امی کاپیسا بریم کجاست کاپیسا شمالی است کو ما داریم امی خانه خالی در کاپیسا بخیرم خانه ما شخصی در این چیز در کاپیساز در تو باش تو کجاست نامش یادم رفت خانه شخصی ترشیدا از ما در ترشیداست ترشیدا خانه شخصیان داشتی خانه؟ اونجا که او بساله ما رو خچر مگم خیلی بی‌وفاستی زنگ بزنم گوشی ما ور نمیداره ای خورجان مخ صاحب خانه نمیبرداره؟ ما رو خچر چوچه ایسو اوسو چرا گاو یعنی بساله مخ است چرا چوچهش است چی مار؟ یک دفعه تو اینی شماره را دمی نمبر تلفنم بر ما بگیر که زنگ بزنم از خاطر مدواییام که بیشتر نرسن در خانه روان کرده بودن. خب قصه کنین مرکه کنین کامرتان ریکارد است برنامه تان از چی کردین ترکاری چی دین؟ ترکاری همونجا گرفتم که من رفتم که تلویزیون جور کنم من در کمره و ریکارد پس پیش ما آمد رفتیم برنج دادم ماندیم سنجان برنج ای نسازیم برین بچه من دیگه مران دیگه برین کال بینی ما بری در خوری بری در اینجا گفته اگر تو من کدام مصیبت نه خاطمان که تو بخوری حالا او چی میکنی که زر کنش بسوزه سرش بوی و تاور خانه جان من پیشتر که پایین نقامل گفته فقط بر سلام جان من گفتم نزنی گپا متوجه باش نه نساخته بود بس صدف فقط گفتم خیره حالا ما من گفتم چای ما بگیریم چای ما خورده بودن دوستا باز پس دوباره نمیگم گفتار گل که برناش جان که نه سختم شال خداری تاثیر خوب خدا نشان میدی با خدا قسم که سختم مرانت میگه نه دل دیگه نه گفتار وقت شاخ پخته کردیم نه سختم فکرش هست الان خدای ما چطور گنس گل است ما کردم اینجوری مر گنس کرده اگر نه دیگه یادم بود خب یه خیلی باشه انشاءالله چیز نشه اگه پخش مونده خواهد بله دوستا برگشتیم در ادامه برنامه که دوستا ما تصمیم این سلات رو آماده میکنیم سلات یه سلات جان اونیا رو آورد در اینجا مانده چی است بعد از او تربوز آماده میکنم دیگه هم همکاری که از دست میآید برشان انجام میدم بخاطر که ما اینقدر نابلد هستم نمیفهم که چیشان چی در کجا می باشه دیگه فقط این سلات آماده میکنم دیگه به هر جا هم رفته در قصه شیشته دیگه کلر دیگه ما میره سلات آماده میکنم سلات دیگه نمیفهمم می سلات که در دیست آدم جور میکنم اون رو سلات میگن باز این وقت که خوردش میکنم نه میده میکنم سلات میشه این چی دلیل داره دیگه به نظر من خورد که میشه سلات تحریه یعنی هم توش میگن دیگه سلام جان من چون کجا رفت سلام جان من تا که تمام دوستان ماندن دیگه امرای شما یعنی دیگه ما میره آماده کنم میرم امرایشان میشینم قرار ما ازشون یاد بگیرم یکم چیزا دیگه این کامری خودم است
دیگه میکنی خود ما یکم گپ بزنیم چی کنیم چی میگن وقت برنامه ما بخیر پورا شد دیگه چیزی که از دست ما آمد اما قدر کردم دیگه نام کشیدن بخیر خاله عزیزه خودش کنه وقتی که ما قدر نمیفهمم و همین چیزا رو دیگه که مشخص بود انجام میدیم باشه دیگه نمیفهم چرا طرف متفاوت میگیری چی هستک هنا گفتم بیای این تربوز آماده کنه همی که زود میشه دیگه یک خیشای ما زیاد خورد بودم که همیشه وقت که امروی میمان میشیشتم باز زیاد با من نصیحت میکنم پیش و خمدای زنه کلان نشید قصر گوش نگی برو کار تکو اما عادت با من مانده وقتی که کس یک جای میمانی برم یا مثلا خانه ما میهمان بیایم امرویشون قدر نمیشیرم همیشه آشپزخانه میپوشم و امو کارهای خود رسیدگی میکنم اما حال امی بهار جانشان یا هدیه جانشان که میبینم غیبتشان نشم میشنوانم هدیه جان و بیشتر جان خونه آمدن همی میمانم مکان میگیرن دوستا خب درست است یک کلام خب امرویش میشینه حتما در خانه که یک نفر که بیای خب کلان حتما امروی مهمان همیشه میشینه ولی طفلا و یام که بیشینن نوزادن به یکم بعدش من همیشه میگمشون که نشینین بیاین خیر ادمی کار سهم بگیرین یک کلان امروی مهمان بشینه خوب است دیگه حالا سعی کنید کل چیز دنیا سرشپن شده دوستان نیفهم علامه قیامت هست این چاقوله کم تیز است چاقوی دیگر را بخاطر تربوز ماندن که پیاز بویک نشه پیازش هم در آب میده کردم که چی هست که اما پیاز بویکش کاملا بره دیگه ایره آماده میکنیم باز بعد از تربوزه میکنیم دیگه دوستای کت میگیریم در ادامه برنامه با ما باشید امیدوارم که از دیدن برنامه لذت ببرید و خسته نشید و ما رو تنها نگذارید بله دوستا برگشتیم در ادامه برنامه دیگه خاله جان خیر ببینید دستکای درد نکنه قربان سلامت باشین و شکل جان دخترم خاله جان نه چی زحمت کشیدم گفته یگان تیر خواب کار امروزه ما شماست فهمیدی امروزه کار ما شماست کمی یک مهمان بیایم نامش که یک نفرم باشه دیگه کم جنجال میمان والا میمانداری خاص میمان دوست خداوند است فهمیدی کس نگه گرمی دیگه خودت مریض هستی نه اعتراض که میگم میمان اگر از دروازه مدره روزیش از دروازه فهمیدی ایره ما نخریدیم خرج ما نکردیم فقط چی کردیم 6 تا 5 دقیقه سرش گپ زدم زحمت میره کشیدم که آمادهش کردم دیگه هیچ کدام کار و خدمت به شما نکردیم دیگه خوش باشین جور باشین نوشک جانتان دیگه خدا کنه خوشتان بیاد کدام مشکل داشته نباشه بسیار مزادا قربانت سلامت باشین خدا جان جور بده دیگه اونقدر جد یک نداره ما طرفی پیش میریم گفتی یگان تا گفت اگه خلط بگم که بخو الخواه گفتی که مگه نخو نه خیلی ببینید دیگه زیادتر جد نباشه یعنی نوش جان میکنیم بسیار مزادار است خوب باشه است دستکای درد نکنه خاله جان واقعا زحمت کشیدی نوش جان تازم تو دارم نوش پیاز باش ما بیارم که نوش پیاز نخور مرسالت هم مالا خوش نمیم بودو هم تو دراز بیایی بگم تو چی میگه کردکی آفرین نه نمی اطراف که میرم من میگم یک کاسه شیروا باشه پیازا باشه کاسه ترکدگی از خانه بیار دمی لعب جوی دستار بشه تا پیاز مزه کرد دوزی تو بیار بشم تو دمی لعب جوی بشی مایدش کن بخور دیگه به هوا ما دا نوش پیازا را دا اولی کشتی یا خریدی؟ نه نوش پیازایی از گفته یکم تو کردی چه خرجش ده چی هست؟ چی هست؟ از دکانش آوردهیم از دکان آوردیم من میگم میگه از وقت از سالای پیش است من یکی ایران منم نوش پیاز تو از سالای پیش میمونه نه چیز دیگه از دکان آوردهیم تجارت داریم شکر تجارت تان برکت تجارت نوش پیاز آه منو خبر نمیخواد من بعد سه کدر گپ نمیزنم اون برجا نظرم نکنم نه من میگم خیلی دولی کشتکار کردی نه نکنم دولی یک ذره نوش پیاز دولی نام خدا خودم میماندار نام خدا صاحب دولی میماندار کمش رو آسان یکم جغل بسته میکنم یکی آبم نیست نه آه ساو خود فریمان داره فریمان داری؟ آه دیگه گفته کن تا تو کار کردی میگه نکو بکو دیگه نمیشه تا نمیشه چی نمیشه دیگه اینمی کارا رو دارم این اگر نوش پیاز میخوری در خدمته
وطنی. سلامت باشی خاله جان. سلامت خیلی باشی. دوستای کت میگیریم در ادامه برنامه. خاله عزیزا جان خیلی ببینی خیلی نان خوشمزه بود دیگه دستکای درد قربانت نکنه. سلامت بشه جگرم. خانگت مبارک باشه، فرشایت مبارک، توشکایت مبارک، زنده برده باشی. مبارک، بخیر و به خوبی استفاده کنی انشالله که ازش خوشی ببینی، اما تو خوش خندان سر زندگی گدل بزنی. گدر. قربانتان سلامت باشین، زنده باشین. این هم کلش از برکت دوستاست، هموطناست. خیر ببینه، خداوندشان حجر بده. زندگی مرا دوستا دیده بود که در چی حالت بود، در چی حالت رسی و از او به بعد باز در زمین خورد، ریخت و دانه دانه شد، پاشیده شد، ولی بازم خدا شکرگزار هستم، سر پا استاد شدم، با کمک هموطنا خواستم دوباره خانه جای بسازم. خداوند دیگه. پاک خود آها. جان زنده زنده باشی. باش، زنده که باش. هستن همیشه خانه جای پیدا آها. میشه، خودت جور باش. زنده باشه قربانه که دیگه نمه قدر تانستم که حداقل همو مرده ما در این زمین خشک نمانه، همو مرده ما یک دو تا میمان ما عزت شد. شکر هزار با شکر. قربان سلامت در باشی. کل چیزت شکر. مبارک باشه. برونگی در بچگکات، در دخترکات، در ایمانت، در جانت، در خانت، در خانوادت. قربانتان سلامت باشین، خیر ببینین. دیگه هست دنیای نمیز خواره کم امروز هستیم سبا نیستیم، امروزی را داریم سبا نداریم، دیگه سبا دیگه خودتر شد داریم. خب پیش خداوند سختی نداره ولی کمک چی کوشش بنده خوب چیز است. مگم همی شکر است که در حالت کل سربندای خودنی در گالت نیست. یک حالت یک نیست. حالت نه نیست. تو پخچی پایینی بلندی خود داره. هیچ حال دایمی نیست همیشه خدا شکرگزار است. شب روز میشه هزار با شکر شب که روز زندگی میشه. هم میرقم شب روز وره تیر میشه. تیر میشه. قربانت سلامت باشید جگرکم. خیر ببینین. ما هم خوش شدم واقعا بسیار زیاد که شما را دیدم، شیشتیم یک 5 دقیقه قصه کردیم، گپ زدیم، ولی به نظر انسان میبرداره و مناجریم هم نفهمیدم، یعنی یک ذره خوب شدم و گپ زدن که از درد انسان ها کم میکنه. دیگه شکر که شما در کنار ما بودین، خوش بودیم، خوش گذشت. خدا کنه که خدا که خفن نشته بشه، یک طرف عاجز هستی دیگه دمو کدام گپ سر بد نلگیده میشه. خاله جان هیچ گپ آها نیست. قربان سلامت باشید جگر. خب می چینل داری چیز از دوست خاله که نفر صد یک امر کرد دیگه باید کنی باید کنی. کارمند باشی، خصوصا مثل کابلی مخفی، مثل یک چی که بعد امر کرد دیگه باید تو کار کنی، نمیشه که بگویی نه و آن چنین چنان. دوستان میفهمن روند برنامه هم قسم است، اما هیچ مشکل نیست. دوستای عزیز چینل خاله زن بیننده باشین، از ما هم بیننده هایی که خاله زن همیشه حمایت میکنین، از ما هم حمایت کنین. نویزاده فامیلی را سرچ کنیم در یوتیوب و چینل ما رو سابسکرایب کنین. دیگه اگر وقت برنامه پورا شده باشه که نشه. دیگه دوستا دیگه ما مرخص میشیم، از حضورتان میریم بخیر، ما هم کار داریم، زندگی داریم، دیگه از حضورتان آهسته مرخص کجا میشیم. میری خورد؟ من ولی جای رفته نیستم، اول دکتر میرم. خب ولی خود دیدی من که از این امسو خواهد در صبح دکتر آمدیم میرم. دوستا میرفم از امسو بدتر نتونستم دوستا، برنامه به پایان میرسه. من بخیر پیش دکتر نوبت گرفتم، میرم پیش دکتر که بخیر خلاص کردم. آرایشگاه میری؟ نه آرایشگاه چی جان من آرایشگاه توی آقای نیست. یا توی بوبوی مت بلیاز خدا آرایشگاه یا میری؟ توی خودم است. میرم کار دارم یک جای خانه نیم زنگ زدم خب، که بخیر بسیار یه خانه خوب. ما که باش که اینجا وقت خلاص میشم یا که نمیشم. یعنی مدگوش به خاطر عزیز یادم که اگر مریض هم هستی کدام کار آرایشت را داری سنا جان بازده خدمتت نمیتونی گفتم من دلش که یک تو- توی تو مادران داستن درشان از کار یک برنامه از او بگیرن. بارو بچه بارش ما گریش خواندیم با پشت خواندیم با این دقصه دیگه پا نباش. نه دوستا ما میریم از دوستان مرخص میشیم. ما میریم که نوبر دکتر رو بخورن تربوز خانه در خدمتتون مرخصم خدا. آه نه، کجا دوستا می‌ری؟ دیگه زیر خانه میمان نوازی میشه، دیگه خانه یه دیگه هم رقم. تخمش میره. خانه در خدمتتون ما میریم کار دارم دیگه. نه خواهد نداره. اساد که آمدیم دوستا خاله زن پیش دکتر بودم منتظر بودیم که آمد که مادر چای بیا ما رو داخل تنها نمی‌خوام. نگذار. باز یک جای میری میرم دو خانه باز چیست دو خانه ما که تنها کار دارم شما خداحافظی کن من چپن یا میپیش میبرم. خب که ما یک جای میره ما رو تنها نمیمونه دوستا رو میبینین که نه تنها نیم الله انجیلا خوار گوشای بالشتای من نخرین. دادا کوچه ما رو میبره. خیلی شما خداحافظی کنید جیگرم باز میرم. درست از خاله جان خداحافظی آماده نمیکنی خوار مادر کی؟ انجیلا خوار ما گفتم عزیزان دوستان دارم خداحافظ ناصرتان دیگه در برام کم شلوی. ناصر چی هست؟ اه؟ ناصر قومایتان هست؟ تو بکر. دیگه دوستا خودتان میفهمین برو در برام کم شلوی. کاماشان است. خب دوستای عزیز خدا کنه که از برنامه ما لذت برده باشین. لایک شیر سابسکرایب فراموش نکنید و حتما چینل ما رو سابسکرایب کنین که دیگه به حمایت شما ضرورت داریم.
برنامه را اینجا به پایان میرسانیم. خدا کنه که خوشتان آمده باشد. تا در بعد الله یار نگهدارتان. خداحافظ. قسمی که دیدین خاله زرم دیگه خدا آماده کنه امرای از امون دیگه تو باز میده میریم کوچه. آها تو میدان میریم. طرف خانه خود میرین دیگه. ما طرف خانه میریم، خاله این طرف کار خود میره دیگه. آها دیگه خوب است تو که یک جای. به خاطر که از صبح که کار داشته دیگه مریض آمد بیچاره، باش دعا کنیم که بخیر به خوبی خوب شوه. دیگه وقتی که آمدیم اون پیش دکتر بود، حالا دکتر نبود، باز اینا میره پیش دکتر. اینجا به پایان میرسونیم. خداحافظ.